یکی از شخصیت‌های شرق آسیا از مسئولین درجه 1 اومده بود دیدن من. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما از الان اومدیم بگیم با شماییم. مثل این خانومایی که صبح زنبیلو میذارن تو صف شیر، این اومده بود زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شماییم، ما مشتری شماییم. گفتن خیلی جای خوبی خورده، معلوم خورده و عصبانی هم و دارن درد میکشن. ولی که دوستان میگفت بابا به اینا بگید همونجاتون که میسوزه روش آب بریزید. چرا یه جای یاب میریزید اونجا آب بریزید. این چجور حرف زدنه؟ خجالت نمیکشی؟ حیا نمیکنی؟ صحبت شما میگم یه ادبیات جدید وارد فوتبال ما شد. این خودش خیلی من فکر می‌کنم نکته، اگه بخوام یه نکته مثبت حداقل تنها یک نکته مثبت اشاره بشه به این ورود این ادبیات جدید به فوتبال ما بود که من فکر می‌کنم خیلی رو جذب شما کرد. یعنی از هوادار استقلال گرفته تا کسی که اصلا فوتبال رو دوست نداره، همین ادبیات شاید براشون نو بود، جالب بود. دیدم یه مش آدمای کوتاه نظر اینقدر احمقند توصیه های علی را آویزه گوش خود کنید، مبادا به دشمن دشنام دهید، کلمات رکیک نگویید. اینقدر احمقند قیافه روشنفکری میگیرند به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند. خداوند فرموده که شما هیچ وقت ناسزایی بر زبان نیارید، حتی اگر اون نسبت به کافران باشه. پس بیایم زبانمون اول درست بکنیم. وطن من